کار کمپرسور این است که هوایی را که تنفس می‌کنیم را برای ذخیره انرژی و در مصارف مورد نیاز گوناگون به کار می‌برد. بگذارید نگاهی به یک کمپرسور معمولی بیاندازیم. هوا از طریق MBNR و یک فیلتر به درون کمپرسور می رود. این فیلتر گرد و غبار هوا را می گیرد. همچنین این فیلتر در مقطع‌های زمانی عوض می شود، چرا که گرد و غبار و ذرات ناخواسته نیروی فشار و از آنجا بهره‌وری کمپرسور را پایین می آورد. این هوا توسط یک لوله و از طریق یک شیرفلکه وارد محفظه کمپرسور می شود. از آنجا هوا وارد یک پمپ ثابت جابجایی می شود. این پمپ حاوی 2 عدد بازوی پیچ مانند برای فشردن هواست. به محض چرخیدن بازوهای پیچ مانند یک محفظه خلا ایجاد شده. این خلا هوا را در خود می‌بلد. هوای مکیده شده که بر حسب متر مکعب بر دقیقه مصاحبه می شود، سپس به راه پیچ مانند هدایت شده. فضا برایش کمتر و کمتر می شود، زیرا که محفظه هوا در انتهای پیچ تنگتر از شروع است. و این همان پروسس کمپرس شدن هواست. هوایی که به این صورت فشرده شده بسیار گرم است. با راندن روغن درون سیستم بخشی از این گرما گرفته می شود. این روغن همچنین برای روغنکاری پمپ، بولبرینگ‌ها و صافی‌ها استفاده می شود و پوشش محافظی برای عدم خروج هوای فشرده از قسمت عبوری کمپرسور می شود. اگر هوای کمپرس شده در درجه حرارت مناسبی باشد، به بازدهی کمپرسور می افزاید. هوای ترکیب شده با روغن اکنون وارد مخزن می شود. آنجا از روغن تفکیک شده و مخزن هوایی فشرده را پر می سازد. یک شاخصه برای تشخیص مناسب بودن سطح روغن در کنار مخزن است. مرحله بعد این است که روغن پرحرارت از ته مخزن برای گذراندن چرخه سرد شدن به بیرون هدایت می شود. بعضی اوقات برای افزایش بازدهی کمپرسور روغن گرم و سرد ترکیب شده و از یک فیلتر گذشته و دوباره به ورودی فرستاده می شوند. این هوای فشرده اکنون برای انجام کار آماده است. لطفاً برای تهیه کمپرسور و اجزای مربوط مشاوره و راهنمایی با ما به این شماره تلفن تماس بگیرید.